سلام، من پنگوش هستم. امروز دست گذاشتم روی فیلمی که محاله تماشاش کنید و اشکتون از سر ذوق در نیاد. فیلم تحسین شده کدا. You're the girl with the deaf family? داستان درباره روبی، دختر جوونیه که تنها عضو شنوای خانواده‌اش محسوب میشه. اون باید بین دنبال کردن رویای بزرگش یعنی خوانندگی کمک به کسب و کار خانواده‌اش که به زبان اشاره اون وابسته‌ان یکی رو انتخاب کنه. این فیلم بهمون یاد میده چطور با قلبمون بشنویم و با روحمون با بقیه ارتباط بگیریم. یه درام فوق‌العاده که هم میخندونه و هم عمیقاً تحت تاثیر قرارتون میده. شاهکارهای سینمایی رو در کانال پنگوان موویز دنبال کنید.